پیامبر که ولا تسوبوا الدیک فانه یوقظ للصلاه، شما خروز حقارت نکنی، خروز شما را برای نماز بیدار میکنه. خیش و تباری هم خدا در قرآن عظیم و شان شما میتونین در سوره محمد آیت 26 22 23 مراجعت کن، سوره نساء یکم آیت مراجعت کنین، سوره رعد 20 21 آیت مراجعت کنین، اینچنین سوره بقره آیت 26 27 و در چندین سوره ها تاکید کرده است که الله سبحانه و تعالی صلی الله علیه و سلم اولی موند یک جهاد نه یک گروه زنها را میگه اسیر گرفتن. یک دختر گفت که میگه من اپاچه های قدیم میگه سه آدم آورده حبس کردن، پاشا حکم کرد دار نکشیشی گفت، یکی پدر یکی پیسر میگه، یکی میگه دادر. میگه یک زبانش میگیره، زبانی میدونین که میگرفتیان من تکلم بکلام دنیا عند الاذان نتلجلل لسانه عند الموت. میگه الله اکبر، از این بزرگ بانگ در دنیا نیست. الله اکبر، این شعار اسلام است. پیغمبری بزرگوار بینن هر یک جهاتی که میدرمد تکبیر میگفت الله اکبر. این نام است که شما را قلبات را بلرزه باید بیارد. نام الله شنوید دلت گم زند. عزیزی من از جاد یک پس خیزی، حتی در وقتی شنیدنی تکبیر یک بار از جاد بخیز، یک بار انشاءالله خدا خواهد لفظی اللهم جوابت لبیک گفت خدا جان حاضر به مسجد حاضر میشم، حاضر میرم خدا خواهد انشاءالله. حی علی الصلاح میگن به نماز بیا، حی علی الفلاح به نجات بیا، بیا دوزخ میره پگه بنده بیا، خدا ما را دعوت بکنه. لبای نگویی به ناموس در خانت خوره مرده که خیلی مسلمان هستین که مسلمان لفظی الله شنود و قلبش در لرزه نیاید، لفظی الله شنود و خانه خدا ندود. با شما بود صدای خدا آمانه شدن را فراموش نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. نشهد ان لا اله الا الله و نشهد ان محمدا عبده و رسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم جامعه مسلمانان. اولا حمد و ثنا مر خداوند را، بعد از آن درودی به عدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را، بعد از آن رحمت خداوندی به پایان باد بر امامان، خصوصا امام اعظم صوفی و کوفی و رحمت الله علیه. محترم جماعت، پیغمبری بزرگوار ما و شما، پیغمبر نازنین محمد صلی الله علیه و سلم در وقت سحرخیزی انشاءالله در حق امتاش تا دور قیامت دعا کرده هستند. رسول الله صلی الله علیه و سلم اللهم بارک لامتی فی بکورها، پیغمبر گفتند پروردگارا برکت برای امتای سحرخیزی من، برای امتهای سحرخیزش الله سبحانه و تعالی با دعای پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم انشاءالله خدا خود برکات دعا کرده است. این حدیث انشاءالله انس ابن مالک روایت میکند قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر الله حتی یطلع الشمس ثم صلی رکعتین کانت له کاجر حجة و عمرة. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تامت رواه الترمذی. حضرت
امام ترمذی رحمت الله علیه محدث روایت میکنن، این انس ابن مالک روایت کرد، گفتن کسی که خدا خواهد خونه نماز بامداده، بعد نماز بامداد خوندن انشاءالله اگر یگان کار خواننده یگان تشکیلات نکار نکنه و وقتی که داره تا برمدن آفتاب در مسجد بشینه، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، لا اله الا الله، پیغمبر نازنین صلوات فرسونه گفتند. بعد از گفتن که وقتی آفتاب که میبراید دنیا را روشن که میکند، خیز گفتن 2 رکعت نماز انشاءالله خدا خود نفل خواند، خدای تعالی گویا که یک حج و عمره را بجا آوردگی ثوابش میداده است. عزیزان من از ثواب حج عمره در کجا است؟ امروز حج عمره را به چقدر میلیون آدم پول دارند، لیکن ما و شما را الله بدی خدا خود 2 رکعت نماز بامداد خوندن وقت داشته باشیم، به ذکر الله سبحانه و تعالی بشینیم، اگر انشاءالله همین ثواب نمایل میشیم خدا خود انشاءالله. برای این پیامبر بزرگوار برای سحر خیزات دعا کرده گرمی، سحر خیستن که انشاءالله حمد انشاءالله خدا خواهد چیکار کن حرکت که خدا خواهد انشاءالله. وقتی که صبح میدمد خواب برای مسلمان ها حرام است، تا برمدن آفتاب انشاءالله همه باید که عائله پدیام شود. از خدا خواهد و کودکات هم دریغ ندار، کودکات هم خدا رزق میتیه، رزق در سحر تقسیم میشود. اگر از رزق ماندی همون روز از رزق ماندم گو. رزق سلامتی فرشته میارن، عیناً در صبح خدا خواهد دمید انشاءالله چیکار کن حمد خیز تیاری به نماز، زنها مسجدش خانه، در خانه انشاءالله چیکار کند؟ البته ذکر الله کند، البته نماز سنت چه خانه تا فرض خواندنش 100 مراتب به پیغمبر نازنین صلوات گوید، 100 مراتب لا اله الا الله گوید، 100 مراتب استغفار گوید و یان پگه امید خدا خود رحمت خدا دارند و فرزندکارم به خواندن قرآن و ذکر الله انشاءالله مشغول شوند، انشاءالله سعادت همون خاندان در چی از ذکر است انشاءالله خدا خود. حتی میدانی خدا خود حتی تمامی موجودات دنیا در ذکر هستند. شاعر میگه دانی میگه سفید دمی خروزی سحری، چرا هر لحظه میکند نوحگری. میدانی همین خروزم همین سحر کشید خدا خواهد چیکار میکند؟ فریاد کردن میگه و سبحان الله میگه، الحمدلله میگه. پیامبر که ولا تسوبوا دیکا فانه یوقظ للصلاه، شما خروز حقارت نکنی، خروز شما را برای نماز بیدار میکند، برای عبادت شما را بیدار میکند. ببینید خانه که خروز داره شیطان نمیشید است، خروز کنین خانه اون یکته انشاءالله خدا خواهد. پیامبر که اگر شما بانگ خر و بانگ سگ میشنوین اینا شیطان هم میبینن، گفتن شما از الله بعدی جین ها پناه طلبین، گفتن خروز گفتن بیدار میکند شما را چی انشاءالله خدا خواهد بچی به طاعت عبادت حقارت نکنه خدا خواهد. یعنی خروز دایم برای بیدار خوابی ما و شما چیکار میکنه است؟ خدمت میکنه است انشاءالله خدا خواهد. برای همین سحر خیستن، سحر انشاءالله خدا خواهد فیضش برکاتش که پیغمبر بزرگ دعا کرد همین دعا ده همه به سزا شود. اللهم بارک لامتی فی بکورها، این دعا تا قیامت خدا خواهد برای امتای محمدی صلی الله علیه و سلم انشاءالله خدا خواهد ادامه میکند. ما وعده کرده بودیم درباره خویش و تبار برادرای اهل اسلام انشاءالله خدا خواهد خویش و تباری هم خدا در قرآن عظیم و شان شما میتونین در سوره محمد آیت 26 22 23 مراجعت کن، سوره نساء یکم آیت مراجعت کنین، سوره رعد 20 21 آیت مراجعت کنین، اینچنین سوره بقره آیت 26 27 و در چندین سوره ها تاکید کرده است که الله سبحانه و تعالی چی بخش و تبار انشاءالله چی دوستی، یعنی انشاءالله معامله رشته محبت بستن. بینین پیامبر بزرگوار انس ابن مالک این حدیث روایت میکند، گفتن قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه و یمسنا له فی اثره فلیسیل رحمه.
انس ابن مالک این حدیث روایت میکند عزیزان من، کسی که گفت دوست دارد که الله رزق و روزی و فراغ گردونه، یعنی در دنیا بای شود، در دنیا میلیاردر شود انشاءالله خدا خواهد، میلیونر شود خدا خواهد انشاءالله، باید میگه چیکار کند انشاءالله خدا خواهد، یعنی خیش و تباش رشتهش مستحکم کند. بینید و خواهد که میگه عمرش دراز شود. بینید خواهی که شما عمرات دراز شود، 100 سال عمر بینین انشاءالله خدا خواهد، 80 سال 90 سال عمر بینین، باید که انشاءالله چی رحم ریشه خدا خواهد خیش و تباری پیوندین. ایلا برعکس میشود، کسی که میدانه ریشه خیش تباری از چی است، یعنی عمه، خاله، جیانا، تاغا، عمک، اچه، مادر، پدر، همش چی است خیش و تبار حساب می شود. بینین بزرگان بعضی مثال ها از هر کجا جمع کردن، بینین چی گفتیان. خدای تعالی برای ما گفتیان آیله را یک نعمت کرده داده است، یک نعمت بزرگ. لیکن آیله گفتیان نه زن و شوهر عبارت است، بلکه آیله چی از فرزند و خیش و تبار و عمه و خاله و تاغا عبارت است. گفتیان شما یک تا آیله گفته فقط زن و شو اعتبار نگرفتیان، یعنی آیله نگفتیان چی؟ عمه، خاله، تاغا، اچه، بابا، جیان ها همه چیکار میکند میدراید. آیله نگفتیان. یکی دیگه که خدای تعالی برای ما و شما بینن پدر و مادر گفتیان به یک آرزو فرزنده را بوایا میرسونه، تو می به یک آرزو کلان میکنه خدا خیر انشاءالله. آرزو چی که تا که به یک دیگر مهر و عاقبت داشته باشن. لیکن امروز کنی مهر و عاقبت کن، تو می هر پدر مادر آرزو میکنه که اکا و دادر، عمه و خواهر، خاله و اپا و همه شو به دیگرش مهر و عاقبت داشته باشن. امروز کجا شده مهر و عاقبت؟ یکی بزرگ دیگه است. بینید گفتیان ما در یک جاگه خواب میریم. بینید طوری می من همه کودک بریم طوری می از که یک تا دو بچه ها شد تو پیش آیلان 8 تا 10 تا بچه ها بود. میگه در یک جاگه خواب میرفتیم بچه و دختر، طوری می در یک جا خواب میرفتیم. میگه در یک جا بازی میکردیم، یا نمی در یک جا بازی میکردیم، نه کینه داشتیم نسبت یا دیگر، یا داشتیم می یک تا میوه هم یادگار میخوردیم، دیگر هم میکنیم یادگار میخوندیم، طوری می یک جا بازی میکردیم. تو میگه کلان شدن، میگه همچنان مهر محبت یک دیگر نبود. وقتی که میگه کلان شدیم و سرسان شدیم، یا نمی بعدی که خدا خواهد بچه ها زن گرفتن، دخترها که شوهردار شدن، اویلا پرچشیدن سر شد، یا نمی سر نشد. می امروز زنت ایراد میبرارد، میگه کاری که به اکت گم نزن، کاری که به دادرت گم نزن، خالت نبینی با، عمت نبینی با، یا نمی حتی مردها امروز وجود آمده است که در سیدامون هستن که با پچم گپ زنیم نمیمونه. حتی با مادر بعضی ها طلاق موندن. این بدبختیه بینن که مبادا اپت که گپ زنی فلان خونت و کجا برات بیچاره. کدام یک زن آمد دختر میگه گفت که خونت درای فلان تو استاتیا تمام 3 موندگی است. وای بیچاره دیگه کجا برات که دختر از پدر و محرومه که ناانصاف خود از پدر و مادر محروم کنن، خود کنن انشاءالله خدا خواهد در میکنن. یه روز نه 2 بار 3 بار میره پدر و هم آرزو داره که پدر شبینه، آرزو داره که مادر شبینه. همین انسانی است، همین بگو همین مسلمانی است، همین ایمانداری است. گو محرومش کردی منه خدا خواهد دیگه به زاره دیگر کجا براد وای. حتی در فقه های مسئله های فقهی میگه که دختر میگه برای پدر و مادرش هر جمعه حق دارد رفته زیارت کند. تو عموما خطی بریدی پرداخت شکن تا که میگیره زده خونه و تا که سال میگذرد تو امروز پناش میکنید، 1 سال پناش میکنید، 2 سال پناش میکنید، آخر عاقبت این مسئله روشاد میشود. آخر عاقبت مجبور میشد مادرش میگه چون آمده ساده یا ای من بیزار شدی، هر گونه سخن ها میشد. مبادا رفته داخل شده اونه کپت سوخت. انا انسان ها
تو هم میفورد آپت زنک نه نمیفورد آپش تو هم میفورد خدا خود آپشت کتیم رفته چک چک کرد 2 ساعت بشینی و نمیفورد آپشش کتیم بشینه و نمیفورد همش کتیم بینه تو پیش احمد میره یا باش میزنی پیش تاغات میره کجا میزنی و نمیفوردش تاغش پیغمبری بزرگان مثالت میارم پیغمبری بزرگان محمد صلی الله علیه و سلم حالی موند یک جهاد نه یک گروه زنها را میگه اسیر گرفتن یک دختر گفت که میگه من اپچه محمد میشم صحابه حیران که محمد اپچه نداشت آخه یک تا خودش تولد شدگی بود و تو چی خیلی گفت من اپچه داری گفت تو محمد تو نه هیچی نمیشه نه گفت من اپچه محمد میشم گفتن بیارش رسول الله اومدن تو کی هستی گفت دخترم میدانی گفت حلیمه که برای تو شیر داداد من دختری هوای میشم من اذیت شیر خورگی تو اپچه میشم رسول الله میگه گرفتش آزادش کرد گفت خوب گفتی گفت تو اپچه میشه بین رسول الله اپچه نداشت خدا خواهد شیرخوارگی که حلیمه را مکید از یاد شیرخوارگی اپچش دگیشه از میگه حبس خانه آزادش کرد پیامبر اسلام بین خدیجه را میگه خواهرش میگه آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجه خواهرش رسول الله میگه که آواز داد بگد آوازش هم میگه مثل خدیجه بود صورت شد شکلش هم میگه مثل خدیجه بود چون خدیجه این دوست میداشته که محمد بهترین زنش خدیجه بود میگه دویده برفت میگه درک شد گویا که میگه خدیجه زنده شده اومده شد قبولش کرد میگه چخ چخ کرد صحبت کرد میگه این گفت سیماش گفت سیمای خدیجه هست بین عزیزی من محمد تا چی اندازه چهار خدا خواهد زنش خواهرش چه خیلی حرمت میکرد ما امروز ناانصاف خواهرمون حرمت نداریم عممون حرمت نداریم خالمون حرمت نداریم دعوای با ملاگی میکنی دعوای با خدا خواهد ایشانی میکنی دعوای با مسلمانی میکنی میگه من مسلمانم کجات مسلمان است که امروز بالکل به همسایت گم نزنی بالکل به اپت گم نزنی به آتش گم نزنی آدمای نماز خوانند با خواهرش گم نمیزدگی با عمش گم نمیزدگی کجات نماز خوان است ابد جان نمازخانه است در دوره های قدیم میگه سه آدم آورده حبس کردن پاشا حکم کرد دار نکشیشی گفت یکی پدر یکی پیسر میگه یکی میگه دادر میگه یک زنگیریان اومد گفت که پاشای عالم گفت رحم کن گفت آنینش گفت شوهر مای آخی آنینش بچه مای گفت آنینش آخی گفت دادر مای تو یک بار از یک آیله ما 3 کس بدار کشیده نه حکم میکنی پادشاه میگه رحمت گفت میگه یک شانس میتین گفت خواهر گوش که گفت از هر سمی یک تش انتخاب که یک تشگی کدامش میگیری میگه پادشاه دید میگه زن شوهرش و ایش جگربندش خدا خواهد میوه دلش بچهش و ایش دادرش گفت که من دادرم انتخاب میکنم همه حیران گفت که پاشا گفت منو بگفت این شوهرت میشه گفت چند ساله گفت خدمت بعد تو گفت شوهری که رساده آنین گفت میوه دیرته گفت تو این شوهرتم انتخاب نکردی این یعنی دو بچتم انتخاب نکردی انتخاب کردی گفت یعنی دادرت گفت پاشا گفت حالی یاش هستم گفت شو کنم گفت با یک کس میگیرم حالی یاش هستم گفت شو کنم گفت بچه میام نیکی یعنی دادر ما گفت کی به دنیا میاره پدرم نیست مادرم نیست بین عزیزی خدا بینین بگه پاشا رحمش اومد هر سشم آزاد کرد گفت که بله گفت هر سیت هم آزاد گفت راست گفتی گفت بینین تا چی اندازه مهربانی و از خدا خواهد نسبتی بیا تا چی اندازه عزیزانی من امروز بینین ما شما در یک جا کلام میشیم نکی دیگر را دوست نمیداریم بعد پیامبری بزرگ سرسم درباره صله رحم بسیار بسیار تاکید کردن که رشته دوستی را نبرین رشته مهر عاقبت نبرین عزیزانی من پیامبر اسلام گفتن کسی که رشته خیش و تباریه گفت میبرد از یک دیگرش او انسان گفت در جنت داخل نمی شود متفق علیه حدیث است همه خدا خواهد عالمان اتفاق شدن همه محدثا همه خدا خواهد امامان با یک آواز متفق گفتگی با یک آواز گفتن که کسی که با عمش و خاله و خواهرش و دادرش و اکا و تاغاش گپ نمیزنه و جنت نمیدراید نماز خوندگیت هم بیکار بده است نداره ما چی در کار
رسول ها گفتن که اثر سیله رحم گفتن 12 فضیلت دارد. بینین برای خیش و تبار رفت و بیا کردن 12 تا فضیلت خدا میداده. خوب گوش بدار. یکم محبت افزون می شود. وقتی که شما با اکا و دادر و اماخ میکنی محبت شما زیاده میشود و خرسند میشود. یا نمی همه خاله که بگوی خاله جان یک بار دیدنت اومدم سرش در آسمون میرسد. یا نمی درا بیچاره با دسترخوان میاندازد درا خدا که چی ناز و نعمتی که دارد میارد شکمک سیر میشود با در حق دعا میکنه میگه بچه جان اخلاق ایامرت برکه. یا بینین یک جوان پیش پیغمبر اومد گفت میگه یا رسول الله من چیکار کنم طاعت کنم نماز خونم چیکار کنم؟ با گفت مادر داری گفت خاله داری گفت همین دانم نزدیک گفت خدا خواهد به عوض طاعت عبادت جنت میده. گفت خاله هم به جای مادر بدست عزیزانی من. بینین حرکت کنین انشاءالله خدا خواهد. دوم چیزی که خدا خواهد مال یعنی افزون میابد در خاندان شما مالتون برکه میدرمده خیش و تبارک اگر رفت و بیا کنید انشاءالله خدا خواهد. بینین سیوم عمرش افزون میابد عمر شما را خدا زیاده میکنه با توفیلی خیش و تباری را خدا خواهد علاقش مستحکم کردن شما. بینین مالتون بسیار میشد است. چهارم در رزق او کشایش حاصل میشود. رزق شما در الله سبحانه و تعالی برکه میداره. بینین یکیش رو تباری کردنش رفت و بیا کردنش ما و شما انشاءالله. پنجم از مرگ بد محفوظ میابد. مرگ بد گفته که ناگهان مردن میشود. این خوبی نیست به دست. همین ناگهان مردن این علامت خوبی نبوده است. سبب که اون بنده در دلش چقدر آرزوش میمونده است. داریم از یک سه روز بیمار شدی چقدر نصیحت میکنی زنت نصیحت میکنی بچه‌کات نصیحت میکنی یا که گیم که دخترات نصیحت میکنی بابا آدم مرگم بیاید خوش روز زندگی کنی دخترام با شرمندم نکنی خدا خواهد انشاءالله لعنت نیاره با در مردم هم لعنت کنه یا بچه‌کات میگه بچه جان خدا خواهد مرم مادر ته خدا خواهد این نپرتا این هم خدر کلام چقدر نصیحت ها میکنه ناگاه مردگی آدم در دلش ارمون میمونده. چی مقصد ها داشت؟ چی نصیحت ها داشت؟ یکی زبانش میگیره زبانی میدونین که میگرفتیان من تکلم بکلام دنیا عند الاذانی نتلجلل لسانه عند الموت. میگه پیامبر بزرگوار کسی که در وقت اذان گفتن اگر مبادا جواب مؤذن نگوید با بگب دنیاش آواره شود خدا در دم مردن زبانش میگرفته است. که الان خیلی ارمان مرده میری تماشا میکنی درد دیت گفته نمیتونی نصیحت کرده نمیتونی میگد از آن چیزی بزرگ است انشاءالله خدا خواهد. یک روز در بابی از آن هم با شما عزیزان هم صحبت میشیم. این بانگ الله اکبر از این بزرگ بانگ در دنیا نیست. الله اکبر این شعار اسلام است. پیغمبری بزرگوار بینن هر یک جهاتی که میدرمد تکبیر میگفت الله اکبر. این نام است که شما را قلبات را بلرزه باید بیارد. نام الله شنوید دلت گم زند. عزیزی من از یاد یک پس خیزی حتی در وقت شنیدنی تکبیر یک بار از یاد بخیز یک بار انشاءالله خدا خواهد لفظی الله جواب لبیک گو خدا جان حاضر به مسجد حاضر میشم حاضر میرم خدا خواهد انشاءالله. حی علی الصلاح میگن به نماز بیا حی علی الفلاح به نجات بیا دوزخ میره پگه بنده بیا خدا ما را دعوت بکنه لبای نگویی به ناموس در خانت خواره مرده که خیلی مسلمان هستین که مسلمان لفظی الله شنود و قلبش در لرزه نیاید لفظی الله شنود و خانه خدا ندود. این مصیبت به مسلمان است. عزیزی من آگاه باش الله اکبرش یک بار خیز برای حرمت الله تعظیمش جایز است برای مخلوق جایز نیست برای خالق بخیز الله که لبیک الله جان حاضر رسیده میرم نزدت خانه اختن عبادت میکنم خالت را طاعت میکنم قانت انشاءالله خدا فرمانده میکنم گو تا حقیقی مسلمان میشوی حقیقی ایماندار میشوی. خدا مدح میکنم شما را انما یأمر مساجد الله من آمن بالله و بالیوم الاخر
اخیر میگه مسجد کی آباد میکنه؟ آنانی که ایمان با من دارن و ایمان به میگه روز قیامت دارد. همه را مسجد آباد کنه میتونه. ایمانی که به خدا داری مسجد آباد میکنی. ایمانی که به روز قیامت رستاخیز باور داری که پگه پیش الله میرم چی میگم؟ این مسجد میگه آباد میکند. عزیزی من نام الله شری لبیک گو بیا به مسجد خدا خواهد. یک دم دنیا را ترک، تلویزیون را ترک، یک دم خدا خواهد صحبت زن تا ترک. این یافت میشود، این دقیقه ها یافت نمیشود. عزیزی من این دقیقه ها غنیمت است. از مرگی میگد بعد آزاد میابد. یکی دیگری خیش و تباری مصیبت ها و مشکلات ها میگه از او دور میشود. خدا از بالات بلا و آفت و مصیبت ها را به توفیل خیش و تباری اکا و دادری رشتهش مصیبت از بالات دور میکرد. بینن عزیزی من آدابی میگه حتی آبادی مملکت میشود. بینن خواهیم که خدا خواهد ازبکستان عزیزی ما و شما آباد فراوان بای شود، باید خیش و تباری باید نبریم بدست. پیغمبری بزرگوار توصیه شد حتی میگه مملکت آباد بشود انشاءالله. در این مملکت فیض میدراید، در این مملکت برکات میدراید. این مملکت مثل مملکت های پر اقتدار میشود. عزیزی من اگر مادامی که ما چیکار کنیم انشاءالله خدا خواهد خیش و تباری اکا و دادری از دست نتیم. عزیزانی من یکی دیگر انشاءالله گناهش میگه مورد بخشش میشود. گناهت میگه خدا میبخشه به توفیل چی؟ خیش و تباری انشاءالله خدا خواهد اجرا کردن. یکی دیگرش این که نیکی هاش مقبول میگردد. آن نیکی هایی که میکنی در دنیا الله قبولش میکرد. عزیزی من اگر بعدم که خیش و تباری خدا خواهد از دست نتیم ما و شما. یکی دیگرش سزاوار بهشت خواهد شد کسی که به ایخ اما خاله و جیان و خیش و تبارش معامله میکند وای بهشتی است. گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بین پیغمبر بی دو دختری مبارک شد به ابو لهب ملعون داد. میدونیست ملعون بدن شد لیکن پیغمبر تا ای که بخت بیاید گفت دو بچه ابو لهب نه دختراش داد. ام کلثوم رقیه داد بچه های ابو لهب نه که تا که بخت بیاید. بین محمد اسلام امکش بود. همو قدر ظلم کردی، همو قدر جنگ و جنجال و همو قدر که دشمنی سختترین بدبختترین ملعون ابو لهب بود. با امک نگفتش پیامبر اسلام، با کوچه معاملهش میکرد، با کدی سلام میکرد. ببینید حتی یک مالی مظلوم میگه ابو لهب گرفت. یک آدم اومد گفت که یا پیغمبر همین مالی من گفت ابو لهب کشید گرفت، من مالی من گرفته بوده. وقتی میگه خواب قیلوله بود، عربان بدی نمازی پیشین خواب قیلوله است، این سنت است. برای نماز شب تهجد بیدار خوابی آدم میکنه است. وقتی خواب قیلوله نگات رسول الله ره برمد صحابات نه یا پیغمبر ابو لهب در خواب بسیار با آزار تو میتید بادا گفت این مظلوم حقش گرفته تیم ای ظالم. میگه رفت میگه دروازش تق کرد. ابو لهب داد گفته برمد کی است؟ دید که پیغمبر علیه السلام میگه خاموشی. گفت بیا محمد درا خونه چونه میدرایی؟ گفت که من بی. گفت ابو لهب گفت این مال دنیای بیچاره گفتی براردتی. ابو لهب میگه غلام فریاد کرد گفت که بجم تیز باش. گفت چیزاش برار. میگه چیزا برارده داد. میگه یگان چیزت مون؟ گفت که میگه یک زنجیرم نیست. زنجیر کاف میگه بجای زنجیر دیگه راضی کرد. بعد زنش میگه که ابو لهب این خدر محمد مینازی، این محمد یک بار آوازت کند خویش دویده ساده گرگردی خونه. میگه محمد میکشم فلان میکنم. گفت زنه گفت اون سی که من میبینم تو بینیم تو هم میدلی. چون که وقتی که میگه ابو لهب بیرون برمد دو تا فرشته اخلاق به صورت شیر در کتف رسول آورد. چنان میگه داد میگفتن که بغیر از ابو لهب هیچ کس نمیدیدش. میگه اگر من این چیزا گرفته نمیدادم او شیرا من تیکه و پاره میکرد. عزیزی من بین محمد علیه السلام با امکاش با معاملش میکرد. ابو طالب بین به ایمان برفت نکی یک بار سرزنیش نکرد، یک بار رشته دوستی نبرید. تا دم مردنش محمد علیه السلام حرکت کرد که تا که لا اله الا الله گوید. بین عزیزی من ما امروز افشی دنیا، افشی یک پارچه زمین، افشی یک تا متریال ما مرده جدا امروز زنده جدا هستیم. به ناموسیم. ما با میگه مسلمان با نماز میخونی، بعد نماز خونی با عکت گم نزنی، نماز خونی با دادرت گم نزنی، نماز خونی با خواهرت گم نزنی و نمازت فایده نیست. این پیغمبر توصیه‌اش است عزیزانی من.
خواهی که ببیخش داخل خدا خواهد تمام نیکیات قبول شود. بینین آنانی که گفتن سیله رحم میکنن رابطهشان علاقهشان گفت با الله مستحکم میشد. پیغمبری بزرگوار کسی که گفت سیله رحم میکند گفت با خویشاونداش گفت الله که تین گفت رابطه کرده، الله که تین گفت علاقهش مستحکم کرده. این بنده بینید تا چه اندازه خویش و تباری مکافات دارد. میگه در وقتی که اینگه سیله رحم کند میگه رحمت خدا میگه به همون انسان ها نازل میشود. خدا به نظر رحمتش ما و شما را عزیزان نگاه میکنه. وقتی که ما سیله رحم خدا خود چکا کنیم مستحکم کنیم انشاءالله خدا خود. در دیگر پیامبر میگه که هر شب جمعه عزیزان من عملهای بنده پیش خدا شکایت میشه. یک هفته نه عملهای کرگی ما و شما الله نه اچاد میدادیم فرشته ها. بینید که بنده در این هفته همین عملا را کرد، همین نماز خوند، طاعت کرد، عبادت کرد، زکات داد، حج کرد و ها کذا عملا میکرد. کسی که با خویش و تبارش گپ نمیزده است عملی و عرض نمیکردی. پیش الله قدر نداری. ببین پیش الله حتی قدر نداری. ببین میگه که در دیگر حدیثی پیامبر هر کی خواهد که میگه رزق زیاده شود، ببینین عمرش دراز شود، عمرش نه خدا برکت کرد 80 سال و 100 سال اگر عمر بیند میگه کسی که خدا خواهد انشاءالله یعنی رشته خدا خواهد انشاءالله دوستی را حتی که میگه خواهد که میگه مردش مثل مرده شهید شود. ببینین چه درجه هاست در یک خویش و تباری، در یک انشاءالله خدا خواهد با که و خواهر گپ زدن. چقدر درجه چقدر مکافات دارد عزیزی من. وقتم شده است انشاءالله بیرون خنک است انشاءالله با خدا نصیب کند روزای هفته دیگه با عمر باقی باشد خدا خواهد صحبت میکنیم عزیزانی من. بینکن هممون بخت بیم انشاءالله خدا خواهد کاری کنیم که الله پیغمبر راضی شود، کاری کنیم که انشاءالله خدا خواهد این دنیا هم سربلند و در آخرت هم سربلند باشیم عزیزانی من. با کی دیگه گپ میزنی؟ باور که سرت مصیبت بیاید بعد اکد در کاره، سرت مصیبت بیاید بعد خواهرکت در کاره، سرت مصیبت بیاد او بیگونه تو میگه خوردن ای خود تو مردن ای نیاد نبرار. زیبی خونت همون اپچت ای، زیبی خونت همون خالت ای، زیبی خونت همون انشاءالله عمت ای عزیزی من. گرچه خدا خواهد و یا به عقلشان شما به عقلشان نماز خوانا، شما معویزه میشنوین، شما هر جمعه غذای معنوی میگیرین. این غذای معنوی علم انسان میگیره به خاطر عمل کردن عزیزی من. عمل نکنی فایدهش نیست علم. علمت در عمل یار گردد قدری تو 1000 گردد میگه شاعر. که علمت در عمل میگردد بر قدرت بلند نشد، بعد مهر خدا قدرت قیمت زیاده میکند. نیکی در دنیا چی در کار؟ به خویش و تبار چی در کار؟ به عکا و به دادر دنیا شوق ندارد عزیزانی من. من میدونم آدمایی که ندارن بیچاره ها محتاج خدمت بچه ها هستن، محتاج خدمت گریه میکنن، داد میگن انشاءالله خدا خواهد. باور میکنین گاه ها بیمار میشم یکم خواهرم نزدیکم دست بیچاره دیده میرود که اکم ده چیشی داشت. بینید خواهر بدست یکان همسرم نمیدود، همسرم نمیدود، یکان خیشم گیم که دوری نمید بیگانه نمیدود. لیکن اما که بچه امک بچه تاقو یک شنود یکم همش رسیده میرن یا نمی که جیان نه یا که بچه امک نه یا که بچه تاقم نه یا بچه خالم نه چیشی داشت. بینین حتی یکی مثال 3 روز 4 روز در بالات میشینن زیبی خانت مثال 3 روز تعزیه باشه 3 روز کی میشینه؟ با هم بچه امکت میشینه، با هم بچه خالت، با هم پچت، با هم خالت، با هم امت میزیبد خانه تا زیب میتید عزیزی من. این زیبی خانه هستن. بیاین عزیزانی من از این سا دور شین انشاءالله گپ زنین خدا خواهد انشاءالله تا که گناهاتون رو بخشد انشاءالله. نتوانین ما هم متصدی کنیم ما قطعی تو میریم خدا خواهد شما را یک جا بایا هم صحبت میکنانیم یک جا خدا خواهد انشاءالله خدا خواهد. خدا عفو کننده دوست میدارد. کسی که عفو میکند خدا و هم عفو میکند گناهش خدا میبخشد انشاءالله خدا خواهد. باور میکنی لک لک انشاءالله خدا خواهد چیزا را ما جا با جا که رسیم. لک لک گپ نمیزدگی ها چندین سالا را باور میکنن گریا گریش نبرفت قصت گرچه قشاق کردن چون که هر کار پشیمونی دارد. هر کار انشاءالله خدا خواهد عاقبتش پشیمانی است. لیکن یک آدم سبب میشه. دو جنگی آش داروندن هم صدقه است. دو جنگی را آشتی داروندن محلا نباشد بره پیشینش بره التماس کنه خدا خواهد بیا اکا دادر بعدی که مثلا من مردم همه میدود یا نمی
بعضی ها من میدونم در عمرش گپ زگی نیست، وقتی که وفات میکند از ترس مردم با چیکار میکند رفته تدرس از چی در کار که بدوی در حیاتی میگن نکردی شادم، بعد مردن چی لازم داد و فریادم، چی لازم بدی جانم برمت چی در کار بد. کی میشنود گاپیتا، کی میشنود معامله تا در بر حیاتی حرکت کنه ان شاء الله. دل یادگاره در حیاتی خدا خواهد ان شاء الله دیگر بخشین یا دیگر خدا خواهد خش تبارا اما خاله و تاغا کتی کنه تا که عمر شما با برکات میشد، رزق شما را الله برکات میتید و سعادت ان شاء الله این دنیا هم او دنیا و چی به دست یک دیگری. من خدا خودش است، ما و شما هممون چی کرد جفت آفرید، ما و شما هممون خیشو تبار کرد. حتی خدا میگه من تو گوی لیکن بین خدا گفت شما گوی تا اینکه خدا خواهد یادگار تو حرمت کنه عزت کنه. ببینید الله حتی گفته میشه بنده ها باید شما باشد، زن شو شما گوید، شو زن شما گوید، خدا خواهد بچه تو شما گو، دختر تو شما گو، اکا و دادر و همسایه خیش و تبار مؤمنا را شما که تی گفت تلفظ کنه ان شاء الله. ببینید برادر ازبک را ببینید بسیار خلاص شیرین دیا نمی سز گفته که گپ کن نکی ما تاجیکا گروبی کپل تو میگیم نی شما را استفاده برای ما خدا خواهد ان شاء الله با چی میشود نور خدا خواهد بالای نور میشود. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. ای پاک و پروردگار آنچه مسائلی که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جایگیر بگردانی، از های ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشین. پروردگارا آنچه مسائلی که ذکر شد خدا اولا به هر یکی مایان عمل کردن را میسر بگردانی، در دلهای مایان نور ایمان، نور قرآن، نور اسلام را جاگیر بگردانی، همیشه برای راست برای صراط المستقیم هدایت نمایی، توفیق طاعت و توفیق عبادت کرامت نمایی. آنانی که خری هستند اکا و دادر و اپا و خور پروردگارا خود در دل و یا مهریت دیگرشون اندازی و یا خدا در این دنیا خوشبخترین انسان ها گردانی. پروردگارا به همه کار و بار خودت قادر هستی، خودت خدا خواهد در خودت وعده کردی که قلب عبادی بین اصابع من اصابع الله یقلب کیف یشاء. پروردگارا این دل های ما در بین دو چلیک خودت است خداوند، همیشه برای راست برای سلم صراط المستقیم برای محبت یکدیگری خدا خواهد مؤمنا پروردگارا دیگرگون بگردانی. بیماران اسلام شفای کامل قضا اسلام خدا خود نجات، بی فرزندان اسلام فرزندان صالح و صالح کرامت نمایی، بی بختای اهل اسلام بختاش نکشاده بگردانی. آنانی که از ما گذشتن محتاج یک کف دعا هستند قبرهاشون پر نور عاقبتشون آباد بگردانی. آنانی که عزم سفر دارند در سفر هستند خداوند سفرهای با برار، صحت بردی سلامت با کیسه های پر با رویهای سرخ نزد خاندان نزد وطن عزیز برگشتنش الله نصیبه بیداری. سوداگرا در سوداگش، هنرمندا در هنرش، کاسبا را در کسب و کارش، دهقانیا را در دهقانیش، طالب علم ها را چی علمی دنیای آخره باشد خداوند خود عالمای با عمل و قاریان با عمل علم های لدونی گرفته به خاندان برگشتن را الله نصیبه بیداری. پروردگار در تمام دنیای عالم تینجی آرامی بین پادشاه ها صلح و امنیت یکدیگر فهمی، خصوصا جمهوری ما و شما که جمهوری بار اقتدار است جناب عالی را خداوند خودت عمری دراز رزق فراخ تنی صحت خاطری جمع از هر گونه بلاهای ارضی و سمایی در پناه خود نگهبان باشی. تا رئیس ناحیه از برای بردن زندگی مردم کوشش دارند در سعی کوششی آنها برکات عطا نمایید. تمام خادمان حکومت هم توفیقشون الها با رفیق بگردانی و این استقلالیت آزادی که برای ما نعمت بسیار داد چه در دنیا چه در دین خداوند تا قیامت پایدار بداری. اللهم تقبل منا هذا الدعاء انك انت السميع العليم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق انت خير الفاتحين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.
وقتای نماز خدا خواهد انشاءالله نماز بامداد ساعت 7 شد. اکنون برگشتیم طرفی بهاره دیده نماز عصر 4 نماز شام 5 نیم قریب شده است. نماز خفتن ساعت 7 با شام دیده انشاءالله طاعت عبادت کنید تا جمعه دیگر در حفظ و پناه خدای مهربان باشی.